یک شهروند توجیکستان را برای قاچاق دو زن توجیک، یکی 29 ساله و دیگری 33 ساله، به هندوستان و جلب مجبوری آنها به تنفروشی متهم کردند. وزارت امور داخلی روز 13 فوریه در اظهارات رسمی گفت گمانبر 36 ساله است ولی نام و نسبش را آشکار نکرد. به ضد او پرونده گشودند و تحقیق ادامه دارد. به اطلاع رسمی گمانبر از سال 2018 تا آخر سال 2020 با کمک شخصی با نام ساره زنها را در شهر دهلی به تنفروشی مجبور کرده است. مقامات گفتند گمانبر از این حساب در عموم 13,000 دلار فایده به دست آورده به منفعت شخصیش صرف کرده است. یکی از زنان از ماه دکبر سال 2018 و دیگری از ماه فوریه سال 2019 تا آخر سال گذشته به تنفروشی در هندوستان مجبور شدند. آنچه که تاکنون به دست آمده است اظهارات رسمی مقامات است و دریافت تفصیلات آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. همچنین نظر گمانبر و شخصان نزدیک به او دسترس نیست. قاچاق زنان توجیک به خارجه برای تنفروشی حادثه نو نیست ولی به هندوستان بردن آنها تازه آشکار می شود. وزارت امور خارجه آمریکا که سالانه درباره مبارزه کشورهای جهان با استثمار و قاچاق انسان گزارش نشر می کند، سال 2018 گفت تلاش‌های تاجیکستان برای از بین بردن این ظاهرات کافی نیست. در گزارش آمده است تاجیکستان همچنان منبع قاچاق انسان به کشورهای عربی و خارجی نزدیک می ماند.